درود بر شما، وقتتون بخیر. در خدمتتونم با یه آموزش از پروژه دیفای. پروژه دیفای مربوط به چند تا پروژه است که در واقع کامبینیشن هست، ترکیبی از چند تا پروژه اومده و کار اصلیش اینه که در واقع بتونید والت ها رو ترک بکنید، دسترسی های والت ها رو ریووک بکنید از کانترکت هایی که وجود داره و برای ایردراپ احتمالیش هم این کار رو انجام بدیم. بعد از اینکه برای شما کد اینوایت یا لینک اینوایت رو فرستادیم، شما از طریق حالا لینک زیری که تو شونات همین ویدیو قرار میدیم میتونید وارد بشین، گزینه create d.5 account رو بزنید. اینجا باید از اون یونیک کدی که برای شما در نظر گرفته استفاده بکنید. اگر از طریق لینک رفرال یا همون لینکی که برای عضویت قرار دادیم وارد بشین، نیاز به وارد کردنش نیست، اما اگر از شما کدی خواست باید کد مربوطه رو وارد بکنید. بعد مرحله بعد کانتینیو رو میزنید، یک ایمیلی رو باید تایید بکنید. تو این مرحله که تو مرحله بعد برای من یک ایمیلی میاد و یک پین کدی رو باید اینجا وارد بکنم که خب این پین کد بعد اینکه وارد بکنید گزینه کنتینیو رو میزنی و اینجا میخواد که شما یک ایمیل یا در واقع یک یوزرنیم برای خودتون انتخاب کنید. مثلا یک ایمیل رو یا یک یوزر رو انتخاب میکنیم تو این بخش که ببینیم تایید میکنه یا نه، که میگه خب برای مثال باید 6 کاراکتر باشه. بعد حالا تو مرحله بعد مثلا میایم انتخاب میکنیم ببینیم مثلا کسی قبل از ما این رو گرفته یا نه. بعد یک پسوردی رو تو این مرحله انتخاب میکنیم. بعد از انتخاب پسورد گزینه کنتینیو رو میزنید و تو مرحله آخر هم میتونید هندل خودتون رو کلیم بکنید و وارد پورتفولیو خودتون بشید. خب تو این مرحله میگه که خب شما برید وارد داشبورد بشید، وارد داشبورد خودتون میشین ببینیم چه ویژگی‌هایی رو به ما ارائه میکنه. در واقع این پروژه دیفای ترکیبی از پروژه‌ای مثل کوین تول، ریووک کش هست که برای ریووک کردن دسترسی ها استفاده میشه و همچنین میتونید از موارد دیگه هم براش استفاده بکنید. مثل اینکه شما بعد از ورودتون میتونید توی این قسمت ولت های مختلفی رو اد بکنید برای ترک کردن، یا آدرس ولتی رو مثلا اینجا مشخص بکنید، ترکش بکنید، متصلش بکنید، ببینید میتونید یا ارتباطی رو متصل بکنید یا خیر، کانکشن برقرار بکنید. برای مثال میتونید ولتی رو ترک بکنید، ببینید در حال حاضر موجودیش به چه صورته، ترانزکشناش به چه صورته، تو هر شبکه چه مقدار اسید و دارایی وجود داره، اون کاربری که شما حالا دارید دنبالش میکنید و شبکه هایی که پشتیبانی میکنه رو هم میتونید تو این قسمت ببینید. خب از این قسمت هم روی نام کاربرتون میتونید کلیک بکنید، وارد ستینگ بشین. اینجا میتونید پرسونال اینفو خودتون وارد بکنید، ایمیلی رو که وارد کردین، اکانت توییتر یا تلگرامتون متصل کنید، اگر بایوگرافی میخوایم بنویسین رو هم اضافه بکنید. توی این قسمت هم مای اکانت میتونید در واقع دسترسی های ولت اکسچنج هایی که دارید رو ببینید. پرایوسی هم که میتونید مشخص بکنید چه افرادی میتونن پروفایل شما رو ببینن، پرایوت باشه یا خیر. خب به صورت کلی وقتی که روی ولت خودتون که متصل کردید رو کلیک میکنید، خب یک توضیح خلاصه مثلا میخوام بهتون بدم. اینطور میشه که دسترسی ها رو میتونید ببینید، وضعیت سلامت ولتتون رو میتونید ببینید که الان مثلا ولت شما از 100% چه مقدار سلامت داره و چه مقدار تهدید هست. در خصوص با این خدمتتون عرض بکنم ولتی که ایجاد کردید. خب پروژه دیگه هم هستن، برای مثال دی بانک هست که شما میتونید ترک بکنید ولتتون رو ببینید به چه صورته. منتها این پلتفرمی مثل دی بانک فقط به شما این قابلیت رو میده که دارایی خودتون رو مشاهده بکنید ولی امکان ریووک کردن وجود نداره. شما اگر قسمت شیلد وارد بشین، اینجا برای شما نمایشی داده میشه که خب ولت شما چند درصد تو سلامت قرار داره. اگر ادوانس مود رو بزنین هم به شما نمایش میده که چه مقدار از کانترکت آدرس های شما های ریسک هستن، میدیوم ریسک هستن یا لو ریسک، که بر اساس اون های ریسک بودنه میتونید کلیک بکنید، گزینه ریووک رو براتون میاره. تو هر شبکه‌ای که مشخص شده میتونید دسترسی ها رو قطع بکنید تا وضعیت سلامت ولتتون رو با بالاترین سطحش برسونید. و نکته بعدی این که شما میتونید علاوه بر اینکه ولت خودتون رو ترک بکنید، از قسمت اد ولت افراد دیگه رو هم که قصد دارید برای مثال تو واچتون بذارید، هر زمانی که نیاز شد روی اون ولت کلیک بکنید و وضعیت اون ولت رو هم چک بکنید که
در حال حاضر مثلا این ولت چه توکن های پر ریسکی رو تو خودش جا داده. خب برای مثال الان یه توکن های ریسک داریم تو شبکه اتریوم که دیتیلش رو هم اگر بخوایم وارد بشیم روی این گزینه فلش پایین کلیک میکنیم به ما نمایش میده که یه NFT وجود داره و یک در واقع ادمین آپگرید پروکسی هست. این دوتا سیف نیستن، میتونید ریوکشون بکنید زمانی که دسترسی داشته باشید. امیدوارم این آموزش مورد توجه شما قرار بگیره. پروژه دیفا به لحاظ اینکه بخشی از این پروژه توسط باز هم شبکه بیس پشتیبانی میشه، کمپانی بیس یا همون صرافی کوین بیس داره پشتیبانی میشه، حائز اهمیت هست و خودشون هم علنا تو توییترشون صحبت از ریوارد کردن که حالا اگر ریواردی باشه با کارهایی که مثل شیلد کردن و ریوو کردن ممکنه شاملش بشیم. امیدوارم که این آموزش مورد توجه شما قرار گرفته باشه.